واقعا هم انسان نمیداند کدام عملش او را داخل جنت میگرداند. شاید اشک چشمه، شاید تبسمه، شاید سخن خوبه یا اینکه صدقه، شاید تلاوت آیت یا استغفاره، شاید زیارت بیماره یا شاد کردن کسی، شاید 2 رکعت نماز در تاریکی شب یا اینکه قلب پاک داشتن از کینه و دشمنی. فقط ذات پاک خود داناست کدام از این کارها نزد درگاهش قبول میگردد. پس یگان کار خیر را کوچک مشمار ای جانی برادر، زیرا همه این کارها نزد خداوند وزن گران دارد. چنگ زننده چنین کارها باش، ان شاء الله در دنیا و آخرت پشیمان نخواهی شد. جانی برادر، سلام علیکم. اللهم صلی علی سیدنا محمد عبدك